به نام خداوند جلاله. امروز درس ما موجودیت است. موجودیت دو معنا داره. اولش موجودیت نشان میدهد، دومش موقعیت نشان میدهد. فرض مثال شیر است. در این مثال شیر موجودیت است، اما شیر در کجاست؟ آشپزخانه. این آشپزخانه موقعیت است. مثال دیگه خانه موجود چه؟ خانه در این مثال موقعیت است، چه موجود است، موجودیت است. در خانه چه موجود است. می توانم ضمایر در اسم استفاده کنیم. سه قسم است. اول برای عددجات می توانم استفاده کنیم. مثال این موتور، دوم این بایسیکل، آن بس. دوم برای اشیاء سطح اموار استفاده می کنیم. مثال این کاغذ، این روزنامه، این مجله. سومش برای سوال و جواب استفاده می کنیم. مثال او زن کی است؟ در این مثال او ضمیر است، زن اسم. او طفل کی است؟ او ضمیر است، طفل اسم است. زمانی که ضمایر همراه اسم استعمال میکنیم، ضمیر موقعیت اسم را نشان میدهد. مثال موتر من خانه نزدیک. در این مثال موتر اسم است، من ضمیر، خانه نزدیک یک موقعیت است. ضمیر نشان میدهد که موتر در کجاست. موتر من در نزدیک خانه است. یک کانتینر زمین کریم زلزله خواب دیدن کوزه شناختن قلف زینه چوبی خوشبخت رعد و برق تولید کردن استراحت کردن وعده دادن غریب ثروتمند
کوچه کوچه آفتاب 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 برآمد آمد آفتاب برآمد بیدار شدن بیدار شدن تر تر درس امروز خلاص شد تا آینده خداحافظ